بزرگ شدن چقدر سخت بود، چقدر تلخ بود، چقدر تاباوریش قدرت میخواست و قوی بودن بنیه میخواست. جهان بدی بود علی. ما اصلا اینجوری فکر نمیکردیم یه چیز دیگه قرار بود باشه. ما فکر کردیم جهان بر مدار عدل میگرده، بر مدار قانون میگرده، بر مدار اصلاح و بهبود میگرده، بر مدار انسانیت میگرده، ولی قرار نبود اینجوری بشه. جهان داره بر مدار ظلم میگرده. جهان علی نیست. جهان امراست، زور و زر و تزویر. همش دارن به خاطر این زور و زر و تزویر میکشن. چجوری؟ دیدی بعضیا میگن که پول داشته باشی اینجا بهترین زندگی میکنی، پول داشته باشی آدم دردی نداره.